هر کسی که امروز لوگوی نایکی رو میبینه، همون تیک معروف که بهش میگن اسووش، ناخودآگاه یاد سرعت، قدرت و برنده شدن میفته. ولی شاید باور نکنین که این امپراتوری چند میلیارد دلاری از یه ماشین قدیمی و چند جفت کفش دستدوز شروع شد. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جالبترین داستانهای دنیای برندها، نایکی. یه داستان پر از شکست، ریسک، جسارت و البته دویدن تا رسیدن به قله. سال 1964 بود. یه پسر 26 ساله به اسم فیل نایت، فارغ التحصیل رشته بازرگانی از دانشگاه اورگن، به دنبال یه ایده متفاوت برای زندگیش میگشت. اون عاشق دویدن بود و یه مربی داشت به اسم بیل باورمن که خودش توی دنیای دو میدانی یه افسانه است. بیل یه ایده تو ذهنش بود. چرا نباید کفشای ورزشی با کیفیت ژاپنی رو وارد آمریکا کنیم تا با برندهای گرونتری مثل آدیداس رقابت کنن؟ اون زمان برند آدیداس پادشاه بی‌رقیب عرصه ورزش بود. هر کسی که حرفه‌ای ورزش می‌کرد کفش آدیداس پاش بود. اما فیل یه چیز دیگه‌ای تو ذهنش داشت. اون می‌خواست بازی رو عوض کنه و کم کم برند خودش رو جا بندازه. فیل نایت با کمک مربیش بیل باورمن یه شرکت کوچیک را انداختن به اسم بلو ریبن اسپورتس. ایدهشون خیلی ساده بود، وارد کردن کفش‌های ژاپنی از شرکت اونیتسوکا که امروز بهش میگن آسیکس و فروشش به دوندگان آمریکایی. اون موقع فیل با ماشین شخصی خودش جعبه‌های کفش رو از صندوق عقب در می آورد و توی مسابقات محلی به دوندگان می‌فروخت و همه چیز از صندوق عقب ماشینش شروع شد. اما نکته جالب این بود که بیل باورمن فقط شریک مالی نبود، اون همیشه دنبال نوآوری بود. یه روز یه ایده عجیب به سرش زد. اون لاستیک مایع رو توی دستگاه وافلساز خونش ریخت تا کفشی درست کنه که چسبندگی بهتری داشته باشه و اون آزمایش بعداً یکی از مهمترین اختراعات نایکی شد. کفش وافلی که یه انقلاب توی کفش‌های دو میدانی ایجاد کرد. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه شرکت ژاپنی به فیل خیانت کرد و تصمیم گرفت خودش وارد بازار آمریکا بشه. فیل یه شبه موند با بازاری که ساخته بود و محصولی که دیگه اون رو نداشت. اما به جای تسلیم شدن با جسارت گفت خب حالا وقتش خودمون کفش بسازیم. سال 1971 اون و باورمن تصمیم گرفتن برند جدیدی راه بندازن. یه طراح گرافیک جوون که هنوز دانشجو بود، لوگوی معروف اسووش رو با فقط $35 طراحی کرد و اسم اون برند رو گذاشتن نایکی و اونها از نام الهه پیروزی در اسطوره‌های یونان الهام گرفتن. فیل نایت بعدها گفته بود که اون موقع فکر نمی‌کردم این لوگو چیز جالبی از کار در بیاد، ولی گفتم شاید با گذر زمان بتونیم بهترش کنیم و خب اون لوگو یکی از زیباترین لوگوهای دنیای ورزشه. اولین کفش‌های نایکی توی دهه 70 عرضه شدن. اما نقطه اوجش زمانی بود که نایکی تونست قلب ورزشکارها رو کم کم به دست بیاره. نایکی به جای اینکه فقط محصول بفروشه، شروع کرد به الهام دادن. شعار معروفش یعنی Just Do It که بعدها بهش اضافه شد، دقیقاً از همین فلسفه اومده بود. فرقی نمی‌کنه کی هستی و از کجا اومدی، فقط انجامش بده. یکی از اولین ورزشکارای حرفه‌ای که نایکی روش سرمایه گذاری کرد، استیو پریفونتین بود. یه دونده آمریکایی محبوب اون نایکی رو به چشم میلیون‌ها آمریکایی نشون داد. متاسفانه استیو خیلی زود توی تصادف از دنیا رفت، اما تأثیرش روی نایکی خیلی موندگار شد. دهه 80 دهه انفجار نایکی بود.
شرکت یه نوآوری جدید معرفی کرد. نایکی ایر، کفشی که درونش حباب هوا داشت تا فشار کمتری به پا وارد بشه. این فناوری واقعاً یه انقلاب بود. ولی نایکی هنوز به یه چیز جدید نیاز داشت. یه چهره بزرگ و اون چهره کسی نبود جز مایکل جردن. سال 1984 نایکی با یه بسکتبالیست جوان که تازه وارد NBA شده بود قرارداد بست. مشاورای کمپانی بهشون گفتن جردن هنوز ناشناخته است و این اشتباه رو نکنید. سرمایه گذاری روی یه جوون ورزشکار خیلی جواب نمیده. ولی نایکی اون ریسک رو انجام داد. کفش‌های ایر جردن که مخصوص جردن طراحی شدن بعد از عرضه اولش فروش میلیاردی داشتن و کل صنعت کفش بسکتبال رو عوض کردن. یه همکاری که تا امروز ادامه داره و هنوزم نماد اوج گرفتن و برنده بودن. بعد از موفقیت جردن، نایکی از یه برند کفش تبدیل شد به یه نماد فرهنگی. از بسکتبال تا فوتبال، از المپیک تا مسابقات خیابونی، همه جا نایکی حضور داشت. اون با بزرگترین ورزشکارهای دنیا قرارداد بست. تایگر وودز، سرنا ویلیامز و کریستیانو رونالدو و حتی کوبی برایانت. هر کدوم از این همکاری‌ها یه پیام داشت. نایکی فقط دنبال تبلیغ نیست، اون واقعاً قهرمان میسازه. اما راه همیشه صاف و هموار نیست. دهه 90 و اوایل دهه 2000 نایکی با یه بحران بزرگ روبرو شد. اتهام استفاده از کارگرهای ارزان قیمت در کارخانه‌های آسیایی. رسانه‌ها علیهش طغیان کردند، مردم تحریمش کردند و اعتبار برند واقعاً به خطر افتاد. ولی فیل نایت و تیمش تصمیم گرفتن شفاف عمل کنند. گزارش کامل شرایط کار رو منتشر کردند، استانداردهای جدید برای کارخونه‌هاشون گذاشتن و به مرور تونستن اعتماد مردم رو برگردونن. این نشون داد نایکی نه فقط از رقبا بلکه از اشتباهات خودش هم درس میگیره. امروز نایکی دیگه فقط یک کمپانی لباس ورزشی نیست، یه امپراتوری فرهنگی و نوآوران است. اون از هوش مصنوعی و طراحی سه‌بعدی برای ساخت کفشاش استفاده میکنه. اپلیکیشن های مخصوص دویدن و تمرین داره و با پروژه های محیط زیستی مثل موو تو زیرو داره تلاش میکنه که تولید بدون آلودگی انجام بده. حتی وارد دنیای NFT و متاورس هم شده تا نسل جدید رو جذب کنه. نایکی حالا بیش از 40 میلیارد دلار در سال درآمد داره و شعارش همونیه که از اول گفت: Just do it. وقتی به داستان نایکی نگاه میکنی میفهمی پشت اون لوگوی ساده تیک یه جهان از تلاش، شکست و رویا وجود داره. یه دانشجو که از یه گاراژ شروع کرد، یه مربی که با وافل ساز کفش ساخت و میلیون‌ها ورزشکار که با برند نایکی توی میدون‌های ورزشی درخشیدن. نایکی فقط یه برند نیست، یه یادآوریه که هر کسی میتونه با یه ایده و پشتکار دنیا رو به نفع خودش تغییر بده. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. اگر از این دسته ویدیوها خوشت میاد و دوست داری اطلاعات عمومیت بیشتر بشه، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و لایک ویدیو رو بزن تا برای افراد بیشتری ارسال بشه.